بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، برادرای محترم، اول خو شکر بکنیم به الله سبحانه و تعالی که ما و شما را توفیق داد که در 42مین درس عقیده میشینیم. 42 درس عقیده در حقیقت اونمو تطبیق عملی دروس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که 13 سال کامل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درس عقیده داد و تمام آیاتی که در این وقت نازل شد کلش در عقیده بود. و امروز این توفیق الله به بسیاری کسا نداده. از این خاطر می اختلافاتی که پیدا میشه، یک عالم بد میگن، یک عالم خوب میگن، یکی را تکفیر میکنن، یکی را سرش یک نام میمانه، دیگر نام میمانه. اساس بدبختی هایی است که امی توفیقی که الله برای ما و شما نصیب کرد که امروز 42مین درس عقیده را میخوانیم و این 42 درس از قرآن عظیم شان و از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده میکنیم. از این خاطر میفهمیم که توحید چی است، عقیده توحید چی است، تقاضایش چی است، چی چیزا را باید عمل بکنیم و از چی چیزا باید دوری بکنیم. امی که با شما در 5 وقت نماز خود میخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. دعا میکنی پروردگارا ما را هدایت بکو به راه راست. هدایت دو قسم است، یکی هدایت علم است و یکی هدایت توفیق. هدایت علمی است که یک نفر الله برش توفیق بده که او عالم شوه، و هدایت توفیقی است که الله بر از او توفیق بده که در اینمی مجالس و دمی درس ها اشتراک بکنه. بسیاری وقت است که یک نفر خوب بیکار هم می باشه، وقت هم داره، لکن الله برش این توفیق نصیب نکرده، امی دعایش قبول نشده، چون این نماز نخوانده، اخلاص نداشته، پس همین توفیق نداشته که در حلقات درس عقیده اشتراک بکنه. و یا حداقل اگر کدام درس از پیشش فوت میشه از سی دی هایش استفاده بکنه. دار کل امکانات است، مثلا اگر یک درس از پیش آدم فوت شد میتونه از سی دیش استفاده بکنه و او رو در خانه خود بانه، خودش فامیلش عقیده کلگی جور شوه. اما 30 سال 40 سال 50 سال از عمرش تیر میشه، تمام مشکلش اینمی است که در شک است و عقیدهش چرا جور نمیشه؟ عقیدهش به خاطر ازی جور نمیشه که درس عقیده نمیشینه. وقتی که آدم، عرب ها یک مثال دارن میگن کل عدو لما یجهل، هر کس دشمن چیزی است که او را نمیفهمه. مثلا یک نفر کامپیوتر را نمیشناسه، وقتی که دست تو کامپیوتر دید برات میگه که چی به درد میخوره این کامپیوتر، او سوپر تو وقت تدای ضایع میکنی. یک نفر مثلا تجارت نمیفهمه، تو چی کار میکنی تجارت میکنی، چی به درد میخوره، برو یک کسب یاد بگی. اما او خبر نداره که این تجارت که از 20 چند از دکانداری از کسب کرده، اگر یک نجار مثلا ماه 50,000 پیدا کنه، این تجار در یک ماه یک دفعه 5 لک پیدا میکنه. یک نفر مثلا پانتون ارزشش نمیفهمه، برو برادر یک جای کار کو، چی میکنی لابد 34 سال 5 سال به ماش تیر میکنی، پانتون میخونی. پس عرب ها همین ضرب المثل است که کل عدو لما یجهل، هر کس دشمن چیزی است که او را نمیشناسه. این حال اکثر مردمایی که مخالفت با عقیده قرآن و سنت میکنن، کسایی که مثلا از قرآن برش صحبت شوه، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و صحبت شوه، از ادب با قرآن، از ادب با الله، از ادب با پیغمبر که صحبت شوه، این مخالفت میکنن. چرا مخالفت میکنن؟
علتش چی است که این دشمن عقیده اسلام است، با وجود از اینکه مسلمان است، دشمن قرآن است، دشمن سنت است. این از کجا پیدا شد؟ نمیفهمن. وقتی که یک کسی یک چیز را نفهمید، دو قسمت جاهل بود، با او مخالف است. ایناله آدم شکر بکنه که الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله که الله بر ما توفیق داد که دین حلقه درس بشینم. بعضی کسا یک حلقه رو در حلقه میه، پس توفیق از او سلب میشه، باز میره صاحب در درس 40 50 یا یک روزی از روز در رمضان میه در حلقه درس اشتراک میکنه، چرا که شیطان خال بسته است. خوب دیگه خوب هم تو زور زدن میه در مسجد قرار شیشه دیگه که درس گوش میگیرن. همین روز دید که شد شیطان ها که خلاص شد، شیطان هم خود یک ماه دیگه صاحب بندیست، خوب چاق هم شده دیگه که همی آمد صاحب روزی چپک کده میره. در روزی بیری که صاحب در مسجد همون کسایی که در نماز خفتن در تراویح پر هستن صاحب، الا شیر بیاره، الا یکی ببینی او یخ بیاره، الا نخل بیاره، الا چاکلیت بیاره، این کلش چیزای بیهوده است. والله در قصر پیغمبر سم کس در خطب تراویح نقل توزیع نکرده. اینو من قسم میخورم برات. یا در زمان پیغمبر سم کس در تراویح این قسمی ریاکاری نکنه که حالا نقل بته و حالا برای مولوی صاحب یک 3 متر تکه بته و برای قاری صاحب ماشین پیسه جمع کو. این گپا کلش چیزایی است که ما کشیدیم، این از اساس دین نیست. اینالینه مردمایی که دیدیم گپا مصروف هستن، این نخل و چاکلیتی گپا خدا بازی میتن، یگان دفعه در درس عقیده میشینن. لکن امروز روز دید که شد باز بری که صاحب کسایی که کمرایشان شیطان شکستانده چپیشان کرده، روزی دیگه شیطان خطا میخوره که خطا خورد بری صاحب در نماز خفتن که در مسجد یک دو تاریش سفید که مولای مسجد بیچاره تو قرار یکیش قامت میگه و کسی دیگه نیست، میگه نه بابا هر چند کردم آذان و قامت جانم بگرفت کسی نیامد، بازو وقت صاحب نیست. درس هم این گپ و ماه مبارک رمضان خوب در درس شیشته از این خاطر میگه که کسی که روزیش قبول شده علامتش چی است که بعد از رمضان هم عمو تقسیم اوقات رمضان خدا داره. اگر تقسیم اوقات رمضانت با بعد از رمضان تغییر کرد روزیت قبول نشده، چرا او کسی را که الله قبول کرد بازو توفیق میده 11 ماه دیگه هم در نماز خفتن و صبح در جماعت است. الله بازو توفیق میده که در روزهای درس هم بیه. اما کسایی است که مثلا اگر اعلان بکنی که امروز یک محفل از بین در مسجد صاحب ببینی که در اونجا یک 4 تا استاد است، اینجا مثلا است بازواده که درس حقیقی قرآن و سنت است، باز که ببینی یا در اتاق خود دروازه را پشت سر خود قید کرده یا پیش تلویزیون شیشتم. از این خاطر شکر بکنین که پروردگار و قلیل من عبادی الشکور دو تو درس‌ها کشیدین و این شکر پروردگارا که برای من توفیق دادی که ما در 42م درس عقیده اشتراک کردیم. و کسایی که در سابق اشتراک نکردن بگو پروردگار برای من توفیق بده که او 41 درس دیگه از CD بشنوم و در باقی ماندهش چی کنم؟ عملا اشتراک بکنم. در غیر از او چرا مثلا ما تقریبا چندین ماه هست درس عقیده را میخوانیم؟ از خاطر ازی که باز در روز قیامت خطرناکترین چیز که است عقیده هست. اگر از دروازه عقیده تیر شدی در دیگه دروازه که بسیار سهولت هست، رحمت خداوند کته است، مغفرت خداوند کته است، توبیت الله کته است، کلش امرایت است. اما اگر از دروازه توحید دی دروازه بند ماندی و مشکل عقیده داشتی خلاص دیگه گلمش جمع است. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر با الله در کدام عبادتی یا در کدام صفتی یا در کدام خاصیتی که مخصوص الله است مخلوق شریک ساختی لیحبطن عملک، تمام اعمالت نماز تا از بین میره. از این خاطر شیطان چی میکنه؟ شیطان یک نفر به شرک مبتلا میکنه، یک نفر میره در یک زیارت به می زیارت یک سجده میکنه، برای میگه صاحب زیارت برای ما یک بچه بده دختر بده، یکی گپ زد ایده شرک مبتلا شد. نال میگه برو یک دانه تسبیح 2000 دانه ایده گردنت پرتو، برو اعلان ملنگی بکن. این هر شیطان میگه نال دیگه دل زده برو روز 20000 تسبیح هم که بگویم. چرا که شیطان میفهمه که هر قدر که بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و تو اینجا به مخلوق سجده کردی، نظر به نام مخلوق کردی، عبادت مخلوق کردی، پس شیطان میفهمه کل ازی باطل است، کلش باطل است. با هم که کار بکنه مثل که یک نفر در یک دفتر میره مکتوبش آمده کی منفک است،
این تمام روز حاضری امضا میکنه، بانش امضا کنه، صبح امضا کنه، دل شرخ کنه. آخر ما که شد برش میگه برو برادر تو منفک هستی، تو ماش نداری، صاحب امضا کردی، میگه امضای اساس ندارن، اساس نداره. در این مکتب هم که بری هر شاگرد یک نمبر اساس داره، سرمعلم‌ها و مدیرای مکتب بی شاگرد نمبر اساس داره. شاگردی که نمبر اساس نداشت او گلمش جمع است، ولو که 10 سال هم درس بخونه میگه نمبر اساس نداری او سکو. پس اساسی که برای انسان مسلمان از چی است؟ عقیده توحید است. و این عقیده توحید تو یاد نمیشه که والا ما مسلمان پیدا شدیم. بسیار مردم ها مسلمان پیدا شدن. پسر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. این نیست که والا سه ما در خانه چیز پیدا شد. بنی اسرائیل که کافر شدن، لعنت خدا سرشان نازل شد، غضب الله سرشان نازل شد، یا اولادی یک پیغمبر نبودن، در نسل از یا به هزارا پیغمبر تیر شده، پدر کلان فلانی که قطار میچیندن پیغمبرا بود، لکن غضب الله سرشان نازل شد. از این خاطر آدم در این بازی نخوره که والا مثلا اولادی پیغمبر هستم یا ما در خانه مسلمان پیدا شدیم. وقتی که وقت نتی برای عقیده و در درس عقیده اشتراک نکنی، این مشکلی است که باور بکن که 55 مرتبه هم حج کنی، وقتی که اساس عقیدت خراب باشه کل عقیدت شف دلیت، کل حجایت خلاص، کلش هیچ پیش الله ارزش نمیداشته باشه. از این خاطر الحمدلله که الله ما و شما را توفیق نصیب کرد. 42ام درس عقیده شدیم. در درس عقیده ما و شما خوانده بودیم برادرای عزیز که در توحید در عبادات زبانی 4مین بخشش استعانت است. ما و شما تقریبا در عبادات زبانی حمد و ثنا یک تقسیم داشت که شرایطش، دلایلش، کدام حالات کلش خواندیم. بعد از آمدیم سر دعا که دعا چی شرایط داره، دعا چه قسم قبول میشه، دعا چه قسم انسان به شرک میکشونه، کل زیر خواندیم. بعد از آمدیم سر استعاذه، گفتیم که در استعاذه چی شرایط است، کدام مردما در استعاذه موحد هستند، کدام کسایی هستند که پناه میجوین، چی مشکلاتی دارن و چه قسم انسان از دایره توحید میبرایم. دیگه استغاثه و آل نوبت چیز برای ما شما میرسه در استعانت است. استعانت چی را میگن؟ استعانت از کلمه عون یا کمک گرفته شده. استعانه یعنی طلب عون یا طلب کمک است. مثلا یک کسی دیگر میگه که با فلانی شخص استعانت نمود، میگه الصوم عون علی العباده. الصوم عون علی العباده. چی معنی الصوم عون علی العباده؟ میگه اینمی روزه وقتی که میگیری این تو را کمک میکنه در عبادت. روزه تو را کمک میکنه در چی؟ در عبادت. روزه کس انسان با کمک میکنه، انسان قوت میده، قوت روحیش قوی میسازه، قوت معنویش، قوت اخلاقیش کل زیره. پس این انسان روزه داره برای عبادت ها تقویت میکنه. از این خاطر در ماه مبارک رمضان بسیار انسان ها عبادت میکنن و غیر از روزه انسان زود شیطان شکار میکنه. استعانت در اصطلاح چی را میگن؟ در اصطلاحی را علما میگن، یک عالم است مفسر قرآن است علامه سعدی. این سعدی که ما فارسی زبان داریم این نیست. این علامه سعدی چی میگه؟ هی الاعتماد علی الله تعالی، این اعتماد کردن از به الله تعالی فی جلب المنافع و دفع المضار. یعنی استعانت چی است؟ که به الله اعتماد بکنی در جلب کردن منفعت ها و از بین بردن چیزهای مضر، مع الثقة فی تحصیل ذلک، باز قلباً به او موثق باشی که انشالله ای کار میشه. پس این چی هست؟ این استعانت میگن. استعانت علما میگن که استعانت تجمع اصلین. در استعانت دو اصل اساسی میباشه. اول که به الله، یعنی الثقة بالله. ثقه به الله چی معنی؟ یعنی که تو باید موثق باشی که این استعانت و کمک برای من هیچ کس کرده نمیتونه، چون کلگی مخلوق هستن، این کار الله هست و الله میتونه امرای ما کمک بکنه. پس ایره میگه این چیزا باید والاعتماد علیه، اعتماد به الله داشته باشه. از این خاطر بعضی کسایی که سر خدا اعتماد نمیکنه، مثلا چه قسم سر الله اعتماد نمیکنه؟ قرآن در خانش ماندگی است، و در آیت قرآن گفته که شفا در قرآن است. و یک مریضی داره که این مربوط به طب نمیشه، مربوط به دعا و استغاثه و کمک استعانت میشه. این مرده که در خانهش قرآن ماندگی است و سوره فاتحه سوره شفا هست.
متوجه هستین؟ اینمی قرآن و اینمی سوره فاتحه را ای به تفاوت گرفته، به این قرآن و به این سوره فاتحه ای اعتماد نداره که شفا هست، قلبش موثق نیست. از این خاطر در موتر سوار میشه میرن در زیارت غزنی، پرسانش کنم اونجا چرا رفتی؟ والا مریض داشتم بردمشه کجا؟ زیارت غزنی بردمشه. آیا شفا دهنده زیارت غزنی هست از نگاه عقیده و یا اینی قرآن عظیم الشان در این شفا هست؟ در قرآن آیت قرآن است میگه من مسلمان هستم. قرآن آیت قرآن چی میگه؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. ما نازل کردیم در قرآن شفا هم است و رحمت هم است للمؤمنین. آلی هیچ این نفر چرا خیلی شفا پیدا نکرد وقتی که اگه برش قرآن خوانده شد؟ او خود گفته للمؤمنین، برای مؤمن. ای به قرآن به اینمی لحظه ای به قرآن اعتماد نداره، استعانت از الله و از قرآن و از این نمیگیره. استعانت از چی میگیره؟ میخیزه راسن میره در موتر. چرا؟ عقیدتاً ای به ای باور است، به ای عقیده هست که اونمو کسی که اونمو فوت کرده او میتونه که مرا شفا بده، او آلکت از عالم ارتباط داره، او اینمی قدرت داره، او میتونه اینمی تصرف داشته باشه. اینمی شفا که در قرآن الله گفته دی اگر این موثق می بود یک مرتبه سوره فاتحه را میخوان با سهل میکرد که چی وضعیت میشد. این ایمان ما با ایمان صحابه کرام اینمی فرقش است که صحابه کرام برای قرآن وقت میدادن، برای عقیده وقت میدادن و وقتی که قرآن میفهمیدن و عقیده را میفهمیدن باز مطابق از او عمل میکردن. از این خاطر برشان قرآن شفا بود. ما چرا قرآن هم میخوانیم سر ما تاثیر نمیکنه؟ چرا که در قرآن گفته و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. یک روز در یک دفتر ما یک کمونیست بود، ای هر وقت که یگان وقت پیدا میشد باز یگان پرزه میگفت، باز ما هم که یگان وقت پیدا میشد یگان پرزه میگفتیم. یک روز هم تو من چشمایش هم تو قوچلق شده بود و تو یک قسم سهل میکرد، بسیار فامیده بود. باز ما گفتمش که این چشمایت چی کرده؟ این فورا استاد شد گفت که خوی شما میگید که در قرآن شفا هست و رحمت است و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه. امی قسمت خوان و مرگو بگینی بخوان قرآن شریفه که تو میگی شفا و رحمت است که چشم جور شد. ما گفتم اگه من قرآن بخوانم برای تو چشمای تو کور میشه. چرا کور میشه؟ ما گفتم خود تو آیت صحیح تکمیل بکن. چی میگه آیت؟ ما گفتم در قرآن میگه که و ننزل و ما نازل کردیم من القرآن، در قرآن شفا و رحمه للمؤمنین. لام برای تخصیص است. گفتم تو خوب هستی یا کمک صرف و نحو را میفهمی که اینجا تخصیص است برای کی؟ یعنی خاص است همین شفا و رحمت برای مؤمنان. ولا یزید الظالمین، و زیاد نمیکنه برای ظالمان الا خسارا. برای ظالمان چی است؟ خسارا. ظالم کی هست؟ مشرک است. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بزرگ است. پس تو ظالم هستی، تو با وحدانیت الله اعتبار نداری. تو میگی که نه قانون مارکس و انگلس لنین باشه، قانون الله نباشه. تو در این قسمت ایمان تو سلب است، تو ظالم هستی. این حال اگر تو من براتی نمیره بخوانم عوض که بر تو فایده بکنه تو چی میشی؟ کور میشی. این حال صحابه کرام این مطالب هم میفهمیدن. از این خاطر حتی یک حدیث شریف است که یک منطقه میرن یک کسی مریض میباشه چطور میباشه سوره فاتحه را میخوانن، سوره فاتحه را میخوانن و برای اون مریض شفا حاصل میشه. این حال ما چرا تی مشکل داریم؟ به خاطر ازی که ما اول وقت نداریم که قرآن عظیم شانه حداقل بخوانیم، باز به درس تفسیر قرآن وقت نمیتیم و اگر وقت دادیم درست نمیفهمیم. به خاطر ازی که اگر دمی خوب قوت دست باشه یک زنگ آمد برات استاد میفهمی که این جمله بسیار جمله دقیق است، لکن شاگرد جمول لحظه برش زنگ آمده مبرای بیرون. او که بیرون رفت اما اساس دو سر مسکه مهم نیست، یک کیلو دو سر از دو سر امی ماس یک کیلو مسکه گرفته میشه. در این واده که همین مسکه از یه سی برآمده، باز برای که هر قدر مثال میتی هیچ کلی ازی خلاص نمیشه. چرا؟ به خاطر ازی که برازی اونم یک زنگ موبایل از درس عقیده که زیاد ارزش داره. از این خاطر درس عقیده را قطع میکنه و میره پشت موبایل خود. باز کپک پس که می ای کاکا کپک خان که هر قدر درس بشینه اصل درس
نمیفهمه، چون اصل گپ و اصل مطلب از پیش ازی رفت. پس این حال استعانت چی رو میگن؟ که در استعانت باید دو چیز باشه. انسانی که میگه ایاک نستعین کلگی میگه ایاک نستعین، لکن چند نفر است که به این ایاک نستعین موثق است و اعتماد داره که اگر من اینمی قرآن بخوانم اینمی قرآن شفا و رحمت است دی. امی عقیده رو داره. این عقیده چه وقت حاصل میشه؟ وقتی که انسان عقیده توحید درست در قلبش جای بگیره. والله من مسلمان هستم، لکن وقتی که من مریض شدم از این خاطر بسیار مردم ها رو شما سائل کنین که بر زبانت حمدگو یا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ در ظاهر مسلمان است، مردخانی مسلمان هستم، اما وقتی که درس توحید برازی گفته شود باز ایچی میکنم، میگه نه والا صاحب این گپ من قبول کرده نمیتونم، این گپ من قبول نمیکنم. چرا؟ اون روز یک استاد ما سر خضر یک کنفرانس داشت، گفت یک تعداد مردم میگن که خضر زنده هست. خب گفت خضر که زنده هست، گفت وقتی که خضر زنده هست در دنیا زندگی میگرده؟ گفت ها میگرده. خب گفت خضر که زنده هست و در زندگی میگرده، چرا این خضر نمیایه و آل فعلا رهبری مسلمان ها را به دوش نمیگیره؟ اگر اون مکلف از در دنیا بر تو کمک میکنه، بر از او کمک میکنه، بر از او تا بالا میگرده، این خضر کجا هست آل فعلا که بخیزه مسلمان ها در این حالت هستن؟ بخیزه بگه این اصلا من خضر هستم، من پیغمبر خدا هستم، کل مسلمان ها پشت سر از استاد میشن و جمع میشن. این کجا هست؟ این قراری خضر 6 سال زنده هست تا که یگان تا پیدا شه و باز یگان چرسی و بوغایی بازو که از او ارتباط بگیره. گفت برادر این خضر زنده هست؟ گفت هیچ دلیلی وجود نداره که خضر زنده هست. چرا که اگر تو گفتی که این زنده هست در زندگی دنیا، یکی شهدا هست که وا زنده هستن عند ربهم یرزقون، به نزد پروردگار رزق میشن و زنده هستن. اما این شهیدی که زنده هست به این معنی نیست که در این زندگی دنیا زنده هست. اگر ما بگیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زنده هست و ارتباطش که ما در این دنیا هست، پس رسول الله باید رهبریت جهاد عمل بگیره. میگم نیست، وظیفه پیغمبر صلی الله ختم شد، رهبری جهاد خدا کرد، اسلام نشر کرد، صحابه را تربیت، در 63 سالگی از این دنیا رحلت کرد، زنده هست به نزد پروردگار و نعمتهای الله برش است، رزق میشه و همه چیز است. اما حالی که بیایه بر ما کمک بکنه، اگر باز بگیم زنده هست و در این دنیا هست و فعلا میتونه تصرف بکنه و هیچ کار نمیکنه، باز اونجا در اون صورت مردم میگه خیلی چه قسم رهبر تو زنده هست و در دنیا هم است و قرار بیکار شیشته، چرا رهبری جهاد نمیخیزه نمیگیره؟ پس کسایی که عقیده را درست نمیفهمه غیر مستقیم پیغمبر متهم میسازه. تو بخی برای یک امریکایی که مسلمان نیست درباره پیغمبر تو پرسان کنه، میگن پیغمبر چطور است؟ زنده هستن؟ حضرت علی زنده است؟ تو بگی آ صاحب شهید بود زنده است. حضرت حسین شهید بود؟ بله. زنده است؟ زنده است. چی میکنن؟ در این دنیا هستن، کمک میکنن. اگر دعا بکنی بری در پیش قبرش تو شفا میده که کمک هم میکنه. خب او از پیش پرسان میکنه خیلی چه قسم رهبر تو است که حالا قرار دم قبرش شیشته؟ اگر زنده هست بفرمایه برای بخید رهبریت تا نبگیره، منسجم بسازه، دیگه هیچ مشکل هم پیدا نمیشه. این حالا پس چی کرد؟ غیر مستقیم امی شخصیت های بزرگ ما رو چی ساخت؟ متهم ساخت. عقیده توحید چی میگه؟ میگه نه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگوین کسایی که مرده و مقتول نگوین شانه، بگوین که شهید هستن لکن مردن. انک میتون، در آیت دیگه میگه پیغمبر صلی تو انک میتون و انهم لمیتون، ای پیغمبر تو هم میموری. پس در یک آیت میگه نگو که مرده، در یک آیت میگه مرده، میگه این مرده دنیایی است، در دنیا در عالم موت چی شد؟ مرد. زن یتیم بیوه است، زن شهید بیوه است، طفل شهید یتیم است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در 63 سالگی از این دنیا رفت، رحلت کرد. در کجا زنده است؟ عند ربهم، به نزد پروردگارشان، در جهان دیگی اونجا مقام خدا دارن. اما در جهان ما رابطهشان با این دنیا ختم است. چرا اگر ختم نمی بود باید این دنیا می بود، رهبریت جهاد می گرفت، رهبریت دعوت می گرفت، کار می کرد و ما و شما می بینیم. اما با این شکل نیست. مکلفیتشان از دنیا، مکلفیت پیغمبر صلی الله علیه و آله ختم است. از این خاطر بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله به هزارها حدیث دروغی سر پیغمبر گفته شد. پیغمبر زنده می بود، در عالم موت می بود، بر مردم می گفت که این نخیر سبینی احادیث غلط است یا چطور است یا فلان است.
از این خاطر ایناله وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله این قسم است، شهدا این قسم است، ایناله ای چطور میتونه که این نفر پیش از این قبر میره ایره شفا میته؟ به چی اساس ایره شفا میته؟ یعنی به چی اساس ایره شفا میته؟ اینجا در قرآن، چرا در خانه قرآن عظیم الشان است و در قرآن عظیم الشان و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، این چی عقیده کردی؟ از این خاطر دقایق عقیده، نقطه دقیق عقیده که بر انسان معلوم میشه که همیشه ما بر دوستان میگم که برادرای عزیز شما کوشش کنین که عقیدهتون قوی بسازین. اکثرا دعوتگرا هستن، اکثرا دعوتگرایی که در این مجلس هم شیشتن، چون اکثرا الحمدلله اینجا که بسیاری کسایی که میای 90% شان دعوتگرای اسلام هستن، اکثرا ما دعوتگرای دیدیم که عقیدهش ضعیف است. مجرده که یک گپ برش گفته شود تکت میشه، دلش میکفه. او برادر عزیز وقتی که تو در خط دعوت افتادی، خب فکر طبیعی که هر پیغمبری که رفته تو باید نصیحت لقمان بگیر. یگانه کسی که با حکمت بود و در قرآن عظیم الشان نامش ذکر شده لقمان علیه السلام است. ولقد آتینا لقمان الحکمه. این علما میگن که لقمان پیغمبر نبود، نامش در قرآن آمده، پیغمبر نبود، در پیغمبر بودنش اختلاف است. میگن یک شخص صالح و یک انسان حکیم بود، یک دعوتگر بسیار خوب و قوی بود. الله جل جلاله بر از این حکمت داده بود. از حکمت چی است؟ برای بچه خود داعی تعیین میکنه. چون که شما دعوتگر میشین لکن لقمان رو نمیشناسین، دعوتگر میشین نصیحت های لقمان رو نمیفهمین. این برای بچه خود چی میگه یا بنیه، اول خود مسائل شرک و گپا رو برش میگه ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله. باز اونجا در آیت بعدی دیگه چی میگه و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی اول گپ لا تشرک بالله. اول در دعوتی است که تو مردم عقیده را درست بفهمانی. متاسفانه بعضی جوانای ما هست وقتی که میرن در یک مسجد 1 سال درس دادن لکن مشکل عقیدتی خودش داره، خودش دعوتگر مشکل عقیدتی داره. چرا؟ عقیده را خودش نمیفهمه. اگر این عقیده را درست میفهمید هیچ وقتی مشکلات برش منطقه ایجاد نمیشه. چرا؟ وقتی که مردم عقیدهش درست ساختی هیچ کس همراه تو مخالفت نمیکنه، هیچ کس همراه تو مخالفت نمیکنه. اما اگر تو از خط اول مانی مخروط دینت سرچپ است، ما یک استاد داشتیم در کشور عربی که از او چرا بحث کردیم، گفت بس گفت شما مردم افغانستان و پاکستان گپ نزنین. چرا؟ گفت شما مخروط دینتان سرچپ است. ما برشان گفتیم صاحب مخروط دین ما چه قسمی سرچپ است؟ گفت ما براتون گفتم شما. ما گفتم نه استاد لطفاً برای ما همین موضوع رو تشریح کن که ما بفهمیم که مخروط دین ما سرچپه چی معنی است. گفت مخروط دینی قسم یک مخروط است، شکل مخروطی است. در اصل از این مخروط گفت چی است؟ در اصل از این مخروط گفت در اصل عقیده است، باز فرایض است، باز واجبات است، باز سنن است، باز مستحبات است، باز مباحات است. شما گفت قسمی جورش کردین. افغانا از کجا شروع میکنن؟ از مباح. اول سوالشان در چی است؟ در مباح. باز که بسیار زور زد در مستحبات. باز که بسیار زور زد در سنت ها. در عقیده گفت شما نمیرسین. از این خاطر گفت شما خدا میدانه که از این دنیا سی برید. ما گفتیم خشتو کنیم، گفت قسم چپک خودم. ما گفتم صاحب سر از امروز ما خدا چی کردم؟ مخروط خدا پس جور کردم. از اون روز ما تا امروز سر عقیده کار میکنم. تا بالا عقیده پخته نشده. تا بالا هم هر درسی که در عقیده میگیرم خودم خوانده میرم میفهمم که والا ما اینجا مشکل داشتیم. باور بکنم اون وقتی که ما اونمو که استاد دارالعلوم عربی کابل بودم، فارغ از دارالعلوم عربی کابل شدیم، اول نمره فارغ شدیم، پس استاد در کادر گرفته شدیم. اون صاحب بریاله شاگردم از قاری طاهر شاگردم از اون وقتی که ما در مدرسه دارالعلوم ما استاد بودم. بعد از اون 15 شرایط خواندیم، باز بعد از اون رفتیم در لیبیا هم 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال درس خواندیم. پس آن وقتی که این موضوع مخروط یاد شد که من سر عقیده آمدم، دیدم باور بکنین که من مشرک هستم. چی هستم؟ مشرک. ای که بالفعل موحد هستم، لا اله الا الله میگفتم، در او شک نداشتم، لکن کارایی میکردم که مرا در شرک مبتلا بکن. تعویض ما میدادیم، مردم به زیارت ما کش میکردیم، گوسفندای زیارت مردم میفتیم الله برن گوسفند برای زیارت برش پول بابا یک دانه گوسفند ذبح کنن مریضتان خوب میشد. خب من مرد کردم شرک مبتلا کردم. لنگیم هم چی میگه؟ قواریم هم خوب بود، کلاگی میفتن ها مرا باز میفتن مولانا صاحب نورانی. من کلونگی میپوشیدم بازگه میفتن چه قدر نورانی و منور است. نورانی را چی کنیم که تو مردم از شرک مبتلا بکنیم؟ پس آن فهمیدیم که از برای خدا ما چی بد کردیم، ما چی جک زدیم. کاش که نمیخواندم، کاش که مدعی نواسی از پیر و زیارت نمی بودیم. خدا شرمانده ما. مردم ما پیرخانه تباه کردم.
مردم خصیص ما تباه شد. ما به نام اولاده پیغمبر، به نام پیر صاحب و آقا صاحب دستای ما را ماش میکنه. باور بگو که من واقعا سیگم اگه این مردم عقیده درست بفهمن ما را کت لغت باید میزدم. چرا ما را خدا شرک کردی مردم مبتلا کردی؟ یک کمکی که یک کسی گپ دین نمیزد، چون ما دیگه کل مردم به ما اعتماد میکرد. یک کسی یک کمک گپ دین نمیزد، میگفتیم این وهابی است. پس آن خانم که برادر وهابی وجود نداره، اصل عقیده این مردم است. کل عیب دما هست، کل عیب دماست. اصل وهابی خو ما هستیم. اگر وهابی رو که یا بگن کافر هست و مشرک است، کفر و شرک خو ما در بین مردم نشر کردیم. برنامه کی؟ برنامه ازی که والا صاحب مولا ما از طرف پدرم ملاخیل هستیم، از طرف مادرم ملاخیل هستیم، با از طرف پدر پیرخانام هستیم و دستای ما را ماش میگن، پای ما را ماش میگن. پس اون که قرآن خواندم، حدیث خواندم، ای گفتم کاش که در خانه یک آدم یک جوالی پیدا میشدم. حداقل در روز آخرت خود جوابگوی از این خاطر است که من هر جایی نمیده با صراحت برای مردم میگم که او مردم توحید یاد بگیرن، او مردم از شرک نجات پیدا بکنن، از شرک نجات پیدا بکنن. 200 قسم سرم نام بانم، من میگم که این 500 قسم نام بانی مال فامیدیم که دلتان بکفانی که هر چیز بگوی. چرا لقمان حکیم پیشتر که برای دعوت گرا گفتم در دعوت چرا است؟ چرا ما مثلا متزلزل نمیشیم؟ چرا متزلزل نمیشیم؟ به خاطر که روزی که من این آیت قرآن فهمیدم این برای دعوتگرا هست که لقمان حکیم برای بچه خود گفت چی گفت؟ گفت یا بنی اول خواست شرک گفت دوری گفت خیلی میکنم. گفت دوم کار یا بنی اقیم الصلاه، نماز بخوان، خوب صحیح نماز بخوان که نماز رابطه تا با خالق متعال مستحکم بسازی. نماز خود دعوتگر که خراب باشه دیگه رابطهش خراب باشی دعوتش کار میکنه. بعد از او برش گفت که سوم کار چی هست؟ وامر بالمعروف و انه عن المنکر. سومی کار چی است؟ که دعوت بکن، مردم به نیکی امر بکن، از بدی ها منشان بکن. لکن یک قید برش مان سعی کن، این قید بسیار قوی هست. گفت واصبر علی ما اصابک. چرا گفت لا تشرک بالله؟ در اونجا مردم ضرر نرسان. گفت خود تو خود شرک نمیری که چیز نمیگید. نماز میخوانی؟ گفت نه. اما در دعوتگر مسلمان لقمان بر بچه خود فهمید که بچه جان روزی که دعوت شروع کردی کاکا شیر آقا در جانت میخیزه، کاکا گل آقا میخیزه، صوفی شیردل میخیزه، فتح کور سرت میخیزه. فهمیدی؟ مثل ما وار ملاهایی که پدرای ما پیرخانه بود که تمام روز تاویز میدادیم و از سر دین تجارت میگه مردم مقابلت میخیزم، اینی مردم آدم مقابلت میخیزه، تو را بد میگه، سرت نام میمانه. خفه نشو سر از این نام، چرا که اولین این نامای زشت سر نخستین دعوتگر اسلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود ماندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از دعوت به توحید تا 40 سالگی قرار آرام ششته بود. نه کت ابو جهل غرض داشت، نه کت ابو لهب غرض داشت، نه کت بت غرض داشت، نه کس چیزی میگفت. خودش میرفت قرار ده غار حرا یگان دفعه میشش چرت میزد. خب در دین کی بود؟ در دین ابراهیم علیه السلام. ابراهیمی بود، عقیدهش عقیده توحید بود، لکن دیگر اساسات و جزئیاتش نمیفهمید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. امی. لکن بعضی که جبریل امین آمد و برش فهمان اقرا بسم ربک الذی خلق و برش میگه بخوان. این میگه من خواننده نیستم. میگه بخوان. میگه خواننده نیستم. جبریل برش میگه او محمد صلی الله علیه و سلم ما تو را درس میتونم، خالق متعال تو را علم القرآن تعلیم میکنه، تو برات آیت قرآن بخونه که تو استاد تمام پوهانده و پروفسورهای دنیا شوی. اقرا بسم ربک الذی خلق. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نزول عالم در تمام در سیاست، در اقتصاد، در عقیده، در کلش پروفسور شد. اگر کسی بعد از نزول وحی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز بگه که این امی هست، این گپ غلط است. چرا؟ الرحمن علم القرآن، الله برش قرآن یاد داد. استادش جبریل امین بود و 23 سال و در 23 سال در پوهنتونه که استادش جبریل امین است، ملائکه هست، این درس خوانده. حالا هم تو امی میگی بعضی مردم های بی سواد و جاهل و احمقه که دین نمیفهمه میگه درست است. در اول قبل است وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 40 ساله شد و برش وحی آمد، تا 40 سالگی کس غرض نداشت. محمد امین، محمد طاهر، محمد طیب، محمد صادق، کل لقبای خوب برش میدادن.
اما روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیس برشان گفت که قولوا لا اله الا الله، ابو جهل ابو لهب اوه الا صبر چی میگن؟ سیسا شد لا اله نیست هیچ کسی که قابل عبادت باشه برش سجده و رکوع شود، نه بت‌های قریش، نه قبرهای پیغمبرای یهود و نصارا، نه قبرهای مردم حبشه، نه تصویرهایی که مردم حبشه در قبرستانهای خود جور کرده. یکی از جا قابل عبادت نیست. لا اله الا الله، بغیر از الله. یک دفعه صاحب کل از جا خیستن، لقب‌ها را سرش باندن. کاذب، دروغگوی، کذاب، بسیار دروغگوی، ساحر، کاهن، دیوانه، جادوگر، کل لقب‌ها را سر پیغمبر باندن. حالا تو دعوتگر مسلمان تو رتبه از پیغمبر که بالاتر است. تو که ساحر هم نگفتید، کذاب هم نگفتید، از خانه تام نکشیدید، سر چند نفر در خانه تام حمله نکردن، تو یگان کلمه گکای عادی تروریست، فاندامنتالیست، وهابی اینی گپا رو سرت گفت، یا کل چاکلیت مینو رو باید دعوتگر بخوره. تو در خط پیغمبر روان هستی. او برش گفت که وقتی که تو دی خط رفتی حتما واصبر علی ما اصابک. چرا علماء مفسرین میگن چرا گفت واصبر علی ما اصابک؟ گفت به خاطر اینکه که وقتی که دعوت کردی برات مصیبت میرسه، از نزدیکترین دوستت برات یک ضرر میرسه، در خانه‌ت، از برادرت، از پدرت، از کاکایت، از مامایت، از دوستای بسیار اقاربت، تو میبرد گپ میزنن که خوب همه تو متوجه میشی شد. اینا دعوتگره که ضعیف باشه، یاد داشته باشه، میگه از مصیبت میرسه. مصیبت با چی است؟ با زبان است، مصیبت با دست است، مصیبت از مسجد کشیدن است، مصیبت از چی است؟ از یه هست. این مصیبت ها برات میرسه. اینا اگر تو قرآن دعوتگر و اساس قرآن باشی، میگه خلاص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر یک سیلی به خاطر دعوت خوردی، الحمدلله امروز 65 میلیون متر به پیغمبر نزدیک شدم. چرا؟ پیغمبر به خاطر دعوت سیلی خورد، به خاطر دعوت سرش چرخید، به خاطر دعوت 2 دخترش طلاق داد. همونجایی که دعوت شروع کرد، ابو لهب گفت والا یک ضرر کلان به رسول اکرم صلی الله علیه و برسانم. گفت چه قسم ضرر برسانم؟ گفت یک ضرر کلان برش میرسانیم که 2 دختر پیغمبر صلی الله علیه و 2 بچه ابو لهب گرفته بود. دخترای پیغمبر سنوایی کی بودن؟ ابو لهب. گفتن کلان ضربه ای است که دخترایش یک ضربه بزنیم. بچهای خدا گفت الله هر دو زن تا طلاق بتین رای کنین در خانه پیغمبر. و هر دو دخترشو چی کردن؟ طلاق دادن. ابی ابن سلول گفت که بزرگترین ضربه که پیغمبر تیغ زهرالود قسمی نمیشه که بزنی، یک تیغ دیگه میزنیم که قلبش در بگیره. گفت چی هست؟ گفت سر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها تهمت زنا را بکنی. ابی ابن سلول این کار هم کرد. در طائف گفت چه قسم پیغمبره؟ گفت دیوانا و لودایتان روان کنید که سنگ جار جارش کنه که دمی کوچا مردم ببینن که خون از سر پایش میریزه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خون از سر پایش جاری بود در طائف، دندانش شکستاندن، هر ضرر رساندن. تو خود دعوتگر اسلام بگیری 4 نفر کرد، 4 کلمه گپ زده، بازی ببینیم بینگ 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 والا ما صاحب نفس ما برآمد والا فلانی گه که اینجا فلانی. تو وقت دعوتگر میشی که همین گپای کل مردم برات گپ بزنن، از این گوشه درآیه، از این گوشه دیگه تام برای هیچ سرش رای هم نزنی. هر قدر کمی یک نفر 50 دو بزنه، تو فکر کنی که 50 درجه الحمدلله برام حاصل شد. اگر در دعوت 50 دو بخوری، 50 چی میشه برات؟ 50 درجه پیش الله چی میشه؟ بلند میشه. یک سیلی خوردی، یک بینیگاکت خون شد، نه از این خاطر حق بگو، سر هیچ چیز رای نزن. اما اگر نه که دعوتگر صحیح نبودی، از این خاطر دعوتگر واقعی و صحیح چه وقت میشیم؟ دعوتگر صحیح و واقعی وقتی میشه که تو واقعا عقیده قوی قرآنی داشته باشی. تو 50 درس عقیده، در 41 درس عقیده، در 2 تا شاملی، در 36 تا دیگه غیر حاضر هستی. اینجا پیش مل است، باز تو خود دعوتگر جور میکنی.
خب ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. هر کس بینی خود سیاه کنه که مثلا مستری است. تو برو یک 6 ماه یک سال 2 سال یک چند لغت چی شد بلاله یک چند تا بوکس بلاله در کله کلید بخور باز کوپی کش شوی. تو آمدی مفت کلازی بوکسای بلاله ناخورده تو رفتی دکان کوپی کشی باز کردی والا در 2 روز کرای دکانم در سرت میگرده. این دعوتگرایی که عقیده رو درست نمیفهمه یا اصلاحات آورده نمیتونه خودش هم یک شانزار و قرضدار میشه. کتی هم جنگی کد از هم جنگی و کد از هم جنگی. دعوتگر قوی قرآنی باش که در بسیاری مجلس ها بری ناز کنی بگیش من گپ نمیزنم. من بسیاری جای مجلس ها که میرم من گپ بزنم من گپ نمیزنم. استاد جان خیر است یک دقیقه گپ من نمیزنم گپ ندارم. استاد جان موتر برات راهی میکنیم بیا یک دقیقه گپ بزن. من گپ نمیزنم. چرا؟ در یک جای در پاکستان امام بودم یک سفید آمد مرا گفت مونتا تو مسئله خوب که مال تاسو چه مسئله که مسئله نسته در تراویح کوي ما ختم خه نه خیر ده مونتا مال که مسئله در تو کوم ته هیچ انسان نه ته هیچ مسلمان نه ولی نه مال توپک دی چیش تخیسته دمی توربورده مال توربورد کافر ده کافر ده که مسلمان ده اینا مسلمان ده مال تو مسلمان ده توپک هغه کوي نو ته مسلمانه موزیک از چکر دی و مردکه یک دفعه ایران با که شده هر روز میاد خیلی مکتب دو مسئله وکم نه مسئله نشم که اینا لی قسم نمیشه یگانه کیست که مثلا مسئله میم کلیگت پیش میگروزن ایره داوزن که از جنگ جلو کو کدازو بگو آدم میفهمه که در دعوت که است چه قسم سیستم دعوت از گذشت چه قسم بکنی اوصله چه قسم بکنی چه قسم بگریزی. خب به هر صورت به منزلت حکم استعانت چی هسته دیگه؟ در استعانت علما میگن که به اساس آیت قرآن که ایاک نعبد و ایاک نستعین اینمی استعانه چی هسته؟ در اموری که مخصوص الله هست ای بالای انسان واجب و فرض می باشه و مخالفت با او انسان در شرک و کفر مبتلا میکنه. اقسام استعانت بسیار مهم است. این اقسام استعانت که ما شما باید بفهمیم. این از پیشان پرسانم میکنم. استعانت تقریبا چند قسم داره. اول استعانت از الله است. اول قسم استعانت از چی است؟ از الله هست در اموری که مخصوص الله هست. استعانت از الله میگی در اموری که موضوع مربوط به الله هست. این استعانت چه قسم میشه؟ با قلب و با عمل و با زبان میشه. قلبا موثق هستی که الله بزرگترین دوست من است. قلبا ایمان داری که هیچ کسی این مرض مرا، این درد مرا، این مشکل مرا گم کرده نمیتونه بغیر از الله. قلبا مطمئن هستی که الله دوست مؤمنا هست. الله ولی الذین آمنو. الله دوست مؤمن است. پس قلبا میگه یا الله تو دوست من هستی. یا الله تو میتونی که اینمی نظام سرچپه بسازی. یا الله ما اطمینان دارم که قادر مطلق تو هستی. دیگه مخلوقات اگر کت ما کمکم میکنه بدون کمک تو کردن نمیتونه. این حاله که قلبا و عملا و لسانا در قلب موثق و معتمد به الله هستیم. عملا به بارگاه الله رجوع میکنیم. و زبانم میگه ایاک نستعین. اینجا یک قاعده نحوی است. رو شما کلگی مردمایی که نحو را نمیفهمن اصلا نستعینک ما از تو کمک میخوایم الله. علما میگن که وقتی که ای کاف پیش شد ایواز که ایاک در اول آمد ای چی فایده میگفت؟ این دلیل اختصاص است که یعنی اینجا میگه که اینجا استعانت در مسائل اعتقادی مخصوص الله هست. از کسی دیگه استعانت خواسته نمیشن. لکن به شرطی که قلبت با الله باشه و عملا با الله ارتباط بگیری. و استعینوا بالصبر و الصلاة به نماز خدا پرتید سجده و زبانت هم استعانت از الله بخواه. این یک قسم استعانت است.
و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ میگه عن ابن عباس، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چی میگه؟ میگه کنت خلف النبی صلی الله علیه و سلم، میگه من در عقب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. در عقب رسول الله چه قسم بودم؟ که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خو مثل ما واره نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان بود. وقتی که سر اما حیوان سوار است، میبینه که یک بچه که خوردم روان است، سورم که خود سر از این چیز میگه من دمی حیوانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوار است، من هم در پشت از این سوار بودم که شتر است یا اسب است یا هر چیز است. یومن یک روز میگه فقال، میگه که من چیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این لحظه هم به دعوت مصروف است برای این بچه که خود درس میده. بر چی میگه؟ یا غلام او بچگک، یا غلام او بچگک، بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، انی اعلمک کلمات، من چند سخن برات یاد میدم. رسول الله سوار است وای چه؟ انی اعلمک کلمات، من چند کلمه رو برات یاد میدم. احفظ الله یحفظک، الله را به یاد داشته باش که الله تو را به یاد داشته باشه و تو را حفظ بکنه. الله را به یاد داشته باش. چون برای بچه که خود میگه من خورترک بودم در پیش سر. خب احفظ الله تجده تجاهک، الله را به یاد داشته باش، هر جایی که باشی الله با کمک تو هست، به شرطی که تو الله را به یاد داشته باش. خب باز برش دیگه چی درس میده؟ اذا سألت، وقتی که سوال میکردی، دعا میکردی، تقاضا میکردی، فهمیدی بچه؟ میگه بله صاحب. اذا سألت فاسأل الله، از کی سوال بکن؟ از الله. دعا بله الله بکن. و اذا استعنت، وقتی که استعانت کمک میخواستی، فاستعن بالله، استعانت از کی بخوای؟ از الله. الخی ما درس عقیده را از کی بگیریم؟ اسوه ما، رهبر ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و درس میده برای یک بچه یک کتشست نیست، این به کل عالم بشریت درس میده. اذا سألت فاسأل الله، وقتی که دعا میکردی سوال میکردی از الله سوال بکن. و وقتی که کمک میخواستی اذا استعنت فاستعن بالله، دیگه چی درس برش میده؟ سعی کو دعوتگر مسلمان میگه وعلم، بفهم و عبدالله ابن عباس ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر کل امت بخوای بر تو که نفع برسانه، چیزی نفع رسانده نمیتونه مگر آنچه را که الله برات نوشته کرده. و این اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اگر کلشان جمع شود بخوای بر تو ضرر برسانه، لم يضروك، ضرر رسانده نمیتونه الا بشيء قد كتبه الله عليك، مگر چیزی که الله برات نوشته کرده. اگر الله یک گلاس آب در پلچرخی برات نوشته کرده باشه، والله تو بری که 16 قسم دیپلماسی کنی میبرنت. اگر در گوانتانامو برات یک گلاس آب نوشته شده باشه، تو بری که 16 قسم واسطه داشته باشی میری. اگر نه که نوشته نشده باشه، باور بکن که مجاهدی رو میدیدیم که در میشار کابل هم چکر میزنه، هم تو بیغم میگرده، دل امریکایی رو از زندگی سیاه کرده، الله حفظش میکنه. گپ پیغمبر و ما ینطق عن الهوا، گپ پیغمبر از هوای خود گپ نمیزنه. این هو الا وحی یوحى، بر عقیده میتکه. اگر کل دنیا بخواه برات نفع برسانه، کس برات نفع رسانده نمیتونه. اما چیزی که الله برات نوشته کرده سببش یک کس میشه. امشب برات یک خوراک کباب نوشته است، صحیح؟ تو رفتی در خانه‌ت کچالوست، ساعتی بود ببین در افطاری شیشتی دیگه تو بوی کچالو دمی کلیت بد میخوره که در جهان بی وفا یک یار گندمگون نصیب ما نشد، یک مرغ گندمگون نصیب ما نشد، ما سیاه بختان مگر اولاد آدم نیستیم. در تقدیر
تو دیگه قرار نمیذاشتی، اما در تقدیر تو چی هست؟ الله برات نوشته کرده که امشب ای باید چی خونه؟ کباب بخوره. که چند قسم میوه. امی 15 دقیقه به افطاری اومده که زنگ او میگمش که زنگ چی کنم باز تو بگی خیرت پدر که 3-4 دفعه زنگ زدن. خود تو بدی بله سلام علیکم استاد خوب هستین؟ سلام خوب است فلان جان خوب هستی؟ بله والا هم افطاری رو تیار کردیم، این موتر در این پایین آوردیم، مگه اگه لطف کنین بین اگه خفه نمیشین چطور نمیشین؟ میدونی که صاحب کل چی داره رزقی که الله برات داشته. اگر کل امت بخواه برات ضرر برسانه صحیح نه؟ ضرر رسانده نمیتونه مگر چیزی که الله برات نوشته کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و چی یک درس میگه که رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده و کتاب ها چی شده؟ این حدیث کلان با ترجمهش نشته کنید نمی دیوال خانه تان با این هر روز که جگرخون از کس خفه بودی این حدیث یک دفعه بخوان باز از هیچ کس خفه نمیشی. یک عالم بزرگوار بود که نامش فراموش کردیم، این یک کس که تسهیلی زد، این سوری سعی کرد گفت که خدا تو را ببخشه. ای حیران من چی؟ من یک تسهیلی زد مرا میگه خدا ببخشید. گفت سیلی خود قسمت من نوشته شده بود، افسوس گناهکار تو شدی. صحیح نه؟ این سیلی خود قسمت من بود یا تو یا یکی دیگه این سیلی را میزد. این وهابی خود ما را میگن. خب افسوس که این مردم افغانستان در این کلمات دوزخ میره. کاش که انگلیس میگفت، اگر انگلیس میگفت خب خیر است، انگلیس خب بیازم میگه. اما تو مسلمانه که خداوند در روز قیامت باز در مقابلش استاد در مقابلت استاد میشیم ان شاء الله، باز برات باز او جو برازی بیچاره مشکل پیدا میشه. دوم استعانت چه قسم است؟ استعانت از مخلوق است در کاری که توانایی داشته باشه. اول استعانت از کی بود؟ از الله بود در اموری که مربوط الله هست و در هر چیز از الله باید انسان استعانت بخواد. دوم چی است؟ استعانت از مخلوق است در کاری که توانایی از مخلوق داشته باشه. این سه قسم است. این سه قسم است. اول استعانت در نیکی هست، یک نفر در کار خیر است پیش تو کمک میخواد که تش کمک میکنی. و تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون بکنین به چی؟ به نیکی و تقوا. دوم استعانت به چی است؟ به گناه و حرام است. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و سوم در چیزای مباح است. و احسنوا ان الله یحب المحسنین. پس استعانت از مخلوق در چیزی که توانایی داشته باشه. سوم قسم استعانت از مخلوق در کاری که توانایی نداشته باشه. سوم قسمش که یک نفر استعانت از مخلوق میخواد در کاری که توانایی نداشته باشه. این چند قسم است؟ این هم سه قسم است. اول استعانت از یک ضعیف در یک بردن یک کار بزرگ مادی. مثلا یک بچه یک از 10 ساله است، تو بر از او برجی 18 سیره رو میگه میره برام پشت کو، یک کار بیهوده هست، این واسش نمیرسه. دوم استعانت از یک انسان زنده در اموری که مخصوص خالق است. تو میای پیش ما برام میگی که والا صاحب این بچه من مریض است، امیر شفا بده. من میگم این خود شرک است، این خود ناروا هست. چرا؟ شفا به دست من نیست. خیلی تو چی کرده میتونی؟ من از من چیزی طلب بکن که من میتونم. چی میتونی؟ من میتونم که بر سوره فاتحه را بخوانم و ما میخوایم که در غیاب بر دعا بکنم. اما تو که از من شفا میخوای، من این کار کردن نمیتونم. نیست من سر تو اعتبار دارم، تو بد اعتبار داری. نیست من برادر توی من خودم میشناسم، من که شفا میگم، من که طبیب میرم کله خود جور میکنم. من که شفا دادم میتونستم، تو بگی نیست من 1-2 تا بچه کار دارم. او خانه خراب، من خودم مثلا 20 سال 1 تا بچه دارم. حالا من که میتونم 15 تا بچه برای خود نشه میگم تعویض از تعویض استاد دایی برای خود استاد دایی 20 دانه بچه این قسمی مانع رو اجرا بگم چرخکی تعویض من برای خود من. اما من میفهمم که من چیز کرده نمیتونم. در تقدیر من یک بچه نوشته است و تقدیر من تغییر داده نمیتونم. وقتی که به خود نمیتونم، از این خاطر خوار پنجم نکاحش حلال است. فکرتان باشه. خب خوار پنجم نکاح چی است؟
حلال است. صحیح نه؟ کس مخالف است؟ کلتان وهابیستین. خوار اول خوار سکه است، نکاح ازی حرام است. که خواری که از مادر و پدر باشه. خوار دوم که نکاحش حرام است، کدام یکی است؟ پدری، که تنها از پدر باشی. خوار سوم که از مادر یکیستین، پدرایتان جداست. مثلا یک نفر پدرش زن بیوه را گرفته، اون بیوه هم یک اشتک داشته، حالی هم یک اشتک پیدا کرده. این خوار که از او. چهارم قسمش خواهر رضایی است، که کت یک دختر در طفولیت شیر خوردی، در جوانی نه. صحیح نه؟ شیر جوانی که خورده باشی او اعتبار نداره. یگان تا میگم من در جوانیم شیر خوردم، مال چطور شدم؟ شیر در رضایت در طفولیت خورده باشه. این 4 تا نکاحش حرام است. نکاح پنجمی چی است؟ که حلال است. خواهر دینی. انما المؤمنون اخوان. صحیح نه؟ حالا وهابی شدی، یعنی خوب شد که وهابی شدی. این آلیار که برشانی قسمی گپ هم میزنی میگه این وهابی ها میگه، این من نمیگم، این رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن میگه. یا پیغمبر رو دشنام میتن لکن نمیفهمن. اما ای که مثلا یک نفر 5 خوار سکه داره، 6 تا خوار سکه داره، 7 تا خوار سکه داره، خدا کنه که میلیون خوار سکه داشته باشی، میلیون خوار مادری و پدری و رضایی داشته باشی، برات نکاح چی است؟ حرام است. تنها خواهر دینی. خواهر دینی است که انما المؤمنون، تو بیادرم هستی در دین، خواهر تو خواهرم است در دین، خانم من خواهرم است در دین. بی عایشه خواهر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود در دین. صحیح نه؟ اینا بسیاری کسایی این گپا رو نمیفهمن و دشمنای اسلام بسیار زیرک هستن، از این کلمات به ضد مسلمان‌ها استفاده میکنن. خب اول گفتیم استعانت از مخلوقی در کارهایی که توان نداشته باشه، استعانت از یک انسان ضعیف در یک کار قوی. دوم استعانت از مخلوق در امور غیبی که مخصوص الله هست. تو میری پیش یک مخلوق، من مثالش برات دادم، نه؟ برای از میگه که تو تقدیر مرا تغییر بده. والا تقدیر کار من نیست. سوم استعانت از یک مرده در امور مخصوص خالق. یک نفر میره پیش یک مرده استعانت میشه که بر من بچه بده، بر من دختر بده. و از استعانت توانایی از اون نیست. کار بچه دادن و دختر دادن و شفا دادن مخصوص خالق متعال است. اینال 4م قسم استعانت چی است؟ استعانت با اعمال است. استعانت با چی است؟ با اعمال است. یک اعلان تجارتی وی است که در مقابل سینمای پامیر، در مقابل کجا؟ سینمای پامیر نیست، سینمای پامیر تو سینه شین میگی. خب در مقابل سینمای پامیر، سینمای پامیر خود دیده نه؟ همین عکس‌ها را که بند کردن در سینمای پامیر، باز سال یک دفعه مسلمان میشن. در سینمای پامیر باز سال یک دفعه میشن. به مناسبت میلاد نبی ما امروز یعنی پیغمبر را در سال یک دفعه میشناسن، بازم عکس‌ها نمی باشه در روزای میلاد نبی. دیگه روزا باز که تمام روز عکس است. خب مقصد رو چی کنیم غیبتشان نشه؟ در روبروی سینمای پامیر همینجا یک چند تا دکان از پالو، در پالو دکان‌های قالین فروشی، همینجا ایستگاه موترهای کارتینو هم است. موترهای ملی بس کارتینو اونجا صدا میکنه کارتینو. روبروی این طرف سرک سینما، اینجا سینمای پامیر است، روبرویش این طرف سرک. این همینجا ایستگاه موترهای کجاست؟ کارتینو که طرف کارتینو میرن. موترهای ملی بس ساده این نمیشه. دمی پیاده رو که بری 5 6 7 دانه در لب سرک دکان‌های قالین فروشی جور شدن. دکان‌ها چی هستن؟ قالین فروشی جور شدن. در این وسط همین قالین فروشی ها یک راگک به منزل 2 رفتن. اگر چی منزل 2 یک اتاقک داره، اینجا یک راه رفته، در این کنجک امیرای منزل 2 این نمیشه چی هستن؟ غرفه که سیدی های اسلامی است. یعنی شما هر دوستی که خواسته باشه که در شهرتون اونجا برشان آدرس بدین، اونجا میتونن که سی دی یا امپی3 یا مواد اسلامی یا دی وی دی یا اینطورا داشته باشن، بر از اونجا بگیره. با دست جلب سینما میبینیم اونها با اکساس سینما بردسته استراس ناله روبروی سینما اون لبسته این ایستگاه موترهای کارتینو خوشابان که قرآن و آهنگی آن یعنی دمی خود ایستگاه موترهای کارتینو این دسترا سعی کنید چند تا دکانه خالی
سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده را رهی روزگار. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. همه حکم او حکم محکم بود، همه راه او راه اقوام بود. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه تن به کشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. سراسر همه تن به کشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. علومی صنایع از او زنده شد، علومی صنایع از او زنده شد، از او عصر دانش برا زنده شد. خب چهارم قسم استعانت چی است؟ استعانت با اعمال است. استعانت با چی است؟ با اعمال است. که چه قسم؟ وقتی که یک مشکل داشتی الله برات میگه واستعینوا بالصبر والصلاه. استعانت با چی بگیرین؟ با صبر و به نماز. اول در مشکل صبر بکن. بازو که صبر کردی، باز به الله در نماز برو و در نماز کس انسان با الله ارتباط میگیره و وقتی که سجده میکنی واسجد و اقترب در سجده هستی، برای الله میگی پروردگارا من بنده عاجز هستم، تو غفور هستی، تو رحیم هستی، تو رحمان هستی، تو پروردگارا مرا شفا نصیب بکن، این مشکل ما حل بکن. و به این شکل انسان میتونه که استعانت در این جای بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اول در قسمت ازی که استاد تشویق کرد که باید از هر کدام و شما هر برادر دعوتگر باشه، پیش ازی که دعوتگر شویم باید از بفهمیم اون مسئله را باز دعوت کنیم. به نظر من اگر یک مسئله را ما نفهمیم و دعوت کنیم تشنج بار میاد. اگر اون موضوع را بفهمیم و دعوت کنیم دعوت ما پذیرفته میشه، و اگر نفهمیم دعوت کنیم اصول دعوت نفهمیم باز خدا نخسته واسه که کمک کنیم نشه که نقص ما زیاد برسه. دیگه در قسمت کمک خواستن از خداوند، در قسمت استعانت یا کمک خواستن استاد گفت که اول از خداوند کمک بخوایم. کمک به دو رقم است، یکی ما فوق اسباب، یکی ما تحت اسباب. ما فوق اسباب چیزی است که از توان بشر خارج باشه. ما تحت اسباب یعنی وسایلی که در توان تحت زیر دست ماست، یعنی در توان انجام دادن از اوستیم. این ما تحت اسباب است. اگر ما از ما تحت اسباب کمک میخواهیم مشکل نیست. مثلا این برادر من میگم یک گلاسه بده، دیگه من نه مشرک میشم و نه کافر میشم، نه کدام چیز. این چیزی است که ضرورت بشر است. اما اگر در توان از این نباشه یک چیزی ما از این بخوایم بازی ما فوق اسباب میشم. ما فوق اسباب جز از الله، نه از پیغمبر، نه از ولی، نه از هیچ انسان، از هیچ کس کمک خواسته نمیشه. یعنی اولاد دادن در قدرت الله است، این در قدرت بشر نیست. این ما تحت اسباب نیست، ما فوق اسباب است. یا مثلا میرن یک تعداد بیچاره‌ای که نمیفهمن میرن در پیش یک زیارت میگن این مسافر مرا بیار، در حالی که همین زیارت قدر توان نداره که مسافر از یک مملکت در دیگه مملکت، خصوصا طبقه اوناس همین مشکلات دارن بیچاره. خب یکی از روزا من نمیفهمم استاد سندش نمیفهمم که نه مفتی هستم نه عالم هستم، میگه یک صحابی حضرت انس رضی الله عنه بود که آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، بچهش در جنگ اسیر شده بود. آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله برای من کمک کن. گفت چی کمک کنم؟ گفت کمک کن که بچه من اسیر شده، چه قسم کنم؟ یک اولادش. گفت که من کمک کردن نمیتونم، برو وضو کن نماز بخوان، از خدا بخواد. وقت میگه رفت وضو کرد نماز خوان، در سر نماز در دعا بود که بچهش با یک شتر غنیمتی بالا سرش استاد شد.
شما ببینید اگر ما راستی واقعا عقیده خود درست بسازیم که از الله کمک بخوایم، الله اونم تو کمک میکنه. ما در زندگی ما بسیار زیاد شده، بسیار زیاد در زندگی شخصی خودم، وقتی ما از الله کمک خواستیم خدا ما را روزی داده، وقتی ما از الله کمک خواستیم خدا ما را اولاد داده. هیچ چیزی نیست در این دنیا که برای من نداده باشه نظر به این تقاضایی که کردیم، تنها از الله خواستیم. برادر گفتم که برادر امی در مراسم حج میرفتیم، یکی صدا کرد یا علی مدد، یا علی مدد. بعد این پالیش رسیدم گفتم یا الله مدد بود. مرا گفت که یا الله مدد. باز رفت، باز برای من گفت که نه ما از علی میخوایم که علی پیش خدا. گفتم ایذا سألک عبادی انی فانی قریب. پروردگار میگه وقتی که شما از من میخواین من نزدیک هستم بر شما. وقتی که خداوند به ما نزدیک باشه، عقیده ما درست باشه، دیگه چی مشکل می باشه که ما یک چیز دیگه بین خود و بین خدا قرار بدیم. و در کل از این مسائل در طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هرگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کدام کس دیگه کمک خواسته باشه یا کس دیگه را بین خود و بین خدا قرار داده باشه ما میتونیم، اگر نداده باشه ما دیگه از کجا کنیم که را بیاریم در داخل دین بیاریم. به او خاطر عقیده درست فهمیدنش اول ضرور است که ما بفهمیم و اگر نفهمیم دیگه را دعوت کنیم. گفتم باز دعوتمون نمی‌کنیم و بعد از او باز عمل کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه استاد محترم، شیشتن و اینجا گفته استاد جرأت میخواه و در ضمنش گفته استاد محترم که قبل از مشته که تا که انسان یک چیزی را یاد نداشته باشه، علمش نداشته باشه، اونجا شیشتن نمیتونه. به خاطر که اگر یک کسی از ما یک سوال را بکنه شاید ما قسم که استاد جواب میده جواب دادن نتونم. بهترش است که اول علم خدا بالا ببریم، باز با یک مسئولیت بریم کجا بتانیم بشینیم صحبت بکنیم. از گفتهای استاد برداشت می شده که استعانت به 4 قسم است که از الله جل جلاله مربوطه کارهایی که به الله است و از بنده ها دومش که مربوط همون بنده ها میشه که در امور معظمه است و از سوم از بنده هایی که مربوطشون نمیشه از اونا بالاتر تقاضا میکنیم و 4م هم در اعمال است. خواستم که یک جرأت کنیم اینجا بیشه پاریسای با درس میگن دیگه، یعنی این جرأت میبینیم که من 20 ورق شاپاره در دفتر خارجی کار میکنم، چندین کورسا رو پیش میبرم و اینجا چون نمیفهمم هموار خطا شده و هم جرأت گپ زدم به خاطر که علمش نداره. تشکر از شما. الرحمن الرحیم. درس امروز که در رابطه با استعانت بود، ما معنای استعانت فهمیدیم که استعانت به معنای کمک گرفتن. بعدا اقسام از این فهمیدیم که به 4 قسم بود. استعانت از الله سبحانه و تعالی در امور مخصوص، دوم استعانت از مخلوق که توانایی از این داشته باشه، و سوم استعانت از و دیگر استعانت از مخلوق که توانایی از این نداشته باشه، یا دیگر کمک خواستن از مثلا از مرده ها، یا دیگر استعانت از به اعمال صالحه که بهترین وسیله شرعی و بهترین کمک خواستن امی استعانت به چیز به اعمال است که انسان اعمال خدا پیش الله سبحانه و تعالی واسطه کنه و چیز بخواه. و دیگه پیشتر استادای ما اینجا عرض کرد که برادرای محترم عرض کردن که ما باید یک چیز بفهمیم بعدن چی کنیم دعوت کنیم. دیگه شما استادان پیشتر عرض کردن که در بعض هفته ها میایم در بعض هفته ها نمیایم. این شما باور کنید که تا در مقابل از این استادا از این بزرگوارا تا زانو نزنیم و سر تعظیم پایین نکنیم و شما چیز را یادم نگیریم. باز خصوصا علل خصوص علم دین باید پیش از این استادا چی کنیم زانو بزنیم، در حلقه ها شرکت کنیم. وقتی که شرکت کنیم ان شاء الله میگی حلقه های علما را، حلقه های شخص های صالح را پیامبر صلی الله علیه و آله به چی تعبیر کرده؟ به دکان عطار تعبیر کرده. میگه وقتی که شما در یک دکان عطار میدرین اگه چیز خوشبوی بخرین یا نخرین خو بویش در جان شما میمانه. و مفلای دیگر خو به دکان به آهنگرات تعبیر کرده که مقصد آهنگری شما داخل میشین، اگر شما چیزی اونجا کار کنین یا نکنین همون بوی بد آهن و جان شما میشینه. دیگه کوشش کنیم ان شاء الله که در تو حلقه ها ما شما شرکت کنیم ان شاء الله که به کدام چیز نمیریم، حتما الله سبحانه و تعالی یک چیز ما شما را نصیب